السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. اولا از الله سبحانه و تعالی دعا می نمایم و طلب می کنم که ماه مبارک رمضان را، روزه داشتنش را میسر کند و سبب بخشیده شدن تمام گناهان ما و شما مؤمنان گرداند و سبب رفع الدرجات و تقرب نزدیک شدن به نزد الله سبحانه و تعالی بگرداند. و البته این ماه را یک ماه مبارک، یک ماه کوشش، یک ماه آموزش گردانیم. این ماه را ماه تلاوت قرآن گردانیم و ماه آموزش توحید گردانیم. البته این به ما اجر و پاداشش را زیاده و دوچند خواهد گردانید. بارک الله فیکم. از همه برادران و خواهرانی که در این گروه هستند و صدای بنده را میشنوند طلب می نمایم که در حق بنده البته موحدین دعا نمایند. البته دعا طلبیدن از مسلمان ها این خودش یک مسئله هست، اما ما از برادران و خواهران موحد دعا می طلبیم، چرا که ما اعتقاد داریم که هر یک انسان موحد این اولیای الله هست. بارک الله فیکم. دعا کنید در حق بنده که الله سبحانه و تعالی در راه دعوت ثابت قدم نگه دارد و این درس های مبارکه را، پهن شدنش را، با اخلاص بودنش را، مقبول شدنش از درگاه الهی را الله سبحانه و تعالی به ما نصیب بکند و سبب هدایت برادران و خواهران گردد. بارک الله فیکم. البته این چنین در حق برادران دعا کنید که به ما در این راه کمک میکنند از پهن کردن این درس ها و از دیگر نمودی یعنی یاری دادن در دعوت. الله همشون را حفظ کند و برکشون بدهد. بعضی ها با نشر، بعضی ها با نوشتن و بعضی ها با دیگر از نمودها که همه اجر خود را در راه دین و در راه ثابت قدم شدن دین میگذارند. بارک الله فیکم. البته در حق بنده دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی شفا بدهد و همین چندون یک 3-4 روزی که هست سبب نبرآمدن آن به گروه و سبب یعنی درس نشدنش این کمی مریض بودن بنده هست و البته الحمدلله این روزها باز خوبتر شدم و از شما میطلبیم که پیش از افطار و در قیام ان شاء الله در حق بنده دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی از دست ظالمین و مرتدین و کافرین منافقین نجات بدهد و تمام برادران موحدین و خواهران موحده را الله سبحانه و تعالی نجات بدهد و برای امت اسلام عزت بدهد و برادرانی که در راه دین کوشش میکنند، حرکت میکنند، الله سبحانه و تعالی همه اونها را حفظ بکند و آنانی که در راه فی سبیل الله هستند اونها را الله سبحانه و تعالی نصرت بدهد. پس الله سبحانه و تعالی به ما و به تمام برادران شفا بدهد. بارک الله فیکم. حیاکم الله و بیاکم.